ستاپ فول گلس و تمام شیشه‌ای 2026 برای اندروید رسید. این یعنی خداحافظی رسمی با ظاهر تکراری گوشی. همونطور که میبینید همه چیز تو این گوشی از بالا تا پایین شیشه‌ای شده. توی این دیزاین خفن داک پایین شیشه‌ای شده، آیکون ها سه‌بعدی و شفاف شدن، ساعت شیشه‌ای iOS 26 رو داریم و از همه مهمتر ویجت های فوق‌العاده لوکس و شیشه‌ای که ظاهر گوشی تو 100 لول بالاتر میبره، طوری که هر کس گوشی تو ببینه عاشقش میشه. امروز قراره 0 تا 100 این شخصی سازی رو قدم به قدم بهت یاد بدم. پس تا آخر فیلم با من همراه باش و تنظیماتی که میگم مو به مو انجام بده تا واسط یه شاهکار درست کنم. سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. فایل مخصوص این آموزش رو تو کانال تلگرام براتون گذاشتم و آدرسش توی دیسکریپشن همین پست هم هست که راحت دانلودش کنید. بعد از اینکه دانلود کردیم و توی گوشیمون ذخیره کردیم این فایل رو روش نگه می‌داریم، روی مور میزنیم، اکسترکت رو میزنیم و دوباره اکسترکت تا از حالت فشرده خارج بشه. حالا وارد این پوشه بشیم. پوشه اول والپیپره که والپیپرهای مخصوص این آموزشه. فایل دوم ساعت شیشه‌ایه که جلوتر بهتون میگم و دو تا فایل نصبی بعدی هم که باید روی گوشیتون نصب کنید که من قبلا نصب کردم، دیگه الان نصبشون نمی‌کنم. خب اول از آیکون ها شروع می‌کنیم. تو گوشی‌های سامسونگ خیلی راحته، ما تمپارک رو داریم، با تمپارک آیکونا رو کامل شیشه‌ای می‌کنیم. ولی تو سایر گوشی‌های اندرویدی مثل شیائومی چون تمپارک رو نداریم، ما باید یه لانچر نصب کنیم و با اون لانچر آیکونای گوشیمون رو عوض کنیم. فقط این مرحله است که فرق داره، بقیه مراحل آموزش کاملا یکیه تو همه گوشی‌های اندرویدی. فقط توی شیائومی ما باید یه لانچر نصب کنیم تا آیکونامون رو عوض کنیم که اونم جلوتر بهتون میگم. خب ما وارد تمپارک میشیم. از تو قسمت آیکون کرییت نیو رو انتخاب میکنیم. اینجا از قسمت پایین آیکون روی آیکون پک میزنیم و این آیکون پکی که الان نصب کردیم رو انتخاب میکنیم، لیکوید راند. یه بار روش میزنیم و به همین راحتی آیکونای ما شیشه‌ای شد. اما خب بقیه برنامه هامون مونده. برای اینکه کاملتر شیشه‌ای بشه میایم تو قسمت شیپ. برای یک دست شدن این دایره رو از این بالا انتخاب میکنیم تا همه آیکونای ما دایره‌ای بشه. از تو قسمت افکت گلس رو انتخاب میکنیم تا حدالامکان همه آیکونای ما شیشه‌ای بشه. و این بالا هم بسیاری تنظیمات داره که شخصی سازی میتونید کنید آیکونای دیگه‌تون رو و تغییرشون بدید که من میذارم روی همین حالت بمونه. خب حالا همه چی اوکیه. از اون بالا روی این فلش میزنیم و یه نام براش انتخاب میکنیم و روی اوکی میزنیم تا برای ما ساخته بشه. حالا از این بالا باید حتما انتخابش کنیم، اپلای رو بزنیم تا کامل آیکونای ما شیشه‌ای بشه. الان اگه من برگردم توی گوشی نگاه کنید آیکونای ما کامل شیشه‌ای شد، ولی خب توی این عکس کامل خودشون رو نشون نمیدن. جلوتر عکس رو عوض کردیم کاملا خودشون رو نشون میدن. خب حالا تو گوشی‌های شیائومی هم آیکونا رو عوض کنیم، بریم سراغ ادامه آموزش. خب رفقا، حالا تو گوشی‌های شیائومی بخوایم آیکونامون رو عوض کنیم، چون تمپارک رو نداریم، از لانچر اسمارت لانچر استفاده می‌کنیم که تو کانال براتون میذارمش. بعد از اینکه دانلود کردیم و تو گوشیمون نصبش کردیم بازش می‌کنیم. اینجا روی گت استارتد میزنیم، این تیکو حتما باید فعال کنیم. بعدش کانتینیو رو میزنیم، آنلی دیس تایم و دسترسی‌های لازم رو بهش میدیم و تمام. اینجا روی ست از دیفالت میزنیم. اگه این لانچر رو انتخاب کنیم و ست از دیفالت رو بزنیم، لانچر پیش‌فرض گوشی ما این میشه. حالا میریم سراغ شیشه‌ای کردن آیکونا تو شیائومی. روی قسمت خالی از صفحه نگه می‌داریم، شوال ستینگ رو میزنیم، هوم اسکرین رو میزنیم، آیکون اپیرنس رو انتخاب می‌کنیم. از قسمت آیکون پک لیکوید راند، همون که اول فیلم گفتم بهتون، رو انتخاب می‌کنیم و اینجا دایره رو انتخاب می‌کنیم تا همه چی یه دست باشه. خب حالا برمیگردیم عقب، دوباره برمیگردیم عقب. بعد تو قسمت اپ پیج گرید پروپرتیز رو انتخاب میکنیم. اینجا این 4 رو روی 3 میذاریم، آیکون سایز رو تا آخر میاریم بالا، این فاصله رو روی 0 میذاریم. یه قسمت داریم به اسم آیکون لیبل. اگه اینو غیر فعال کنیم اسم زیر آیکون ها برداشته میشه که من خاموشش میکنم. خب حالا برمیگردیم عقب. اینجا دیگه چیز خاصی نداریم و الان آیکون‌های ما کامل عوض شد. تو منو هم بریم، آیکون‌ها خیلی بزرگ و شیشه‌ای خیلی قشنگ شد. حالا روی نو تانکس میزنیم و اینجا دیگه آیکون‌های ما عوض شده. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، هر آیکون پکی که نصب کنید، من خیلی آیکون پک نصب کردم، هر آیکون پکی که نصب کنید امکان نداره کل برنامه‌های شما رو عوض کنه. بالاخره یه سری برنامه ایرانی، یه سری برنامه‌های متفرقه میمونه که عوض نشده. برای اینکه گوشیمون یه دست بشه و از شر این مشکل نجات پیدا کنیم، برنامه‌هایی که شیشه‌ای نشدن یا آیکونایی که تغییر نکردن روش نگه می‌داریم، میبریم پایین. بریم پایین، اینا رو جدا اون پایین قرارشون میدیم تا همه چی یه دست باشه. خیلی سریع این کارو انجام میدیم، خیلی هم راحته.
خب همونطور که می‌بینید تو گوشی شیائومی هم آیکونامون کامل شیشه‌ای شد. خیلی از من این سوالو پرسیدید که آقا ما از این لانچر چجوری بیایم بیرون. اینم بهتون بگم، بریم سراغ مراحل بعدی آموزش. الان این لانچر پیش‌فرض ماه. اگه خواستیم از این لانچر بیایم بیرون تو گوشیمون، روی قسمت خالی از صفحه نگه می‌داریم، شوال ستینگ رو می‌زنیم، اسکرول می‌کنیم پایین. اینجا ترابل شاتینگ رو انتخاب می‌کنیم، ریست دیفالت لانچر رو می‌زنیم و لانچر خود گوشیمون رو انتخاب می‌کنیم و تمام. خب این از آیکون‌های شیشه‌ای. حالا میریم سراغ بقیه مراحل. ما الان یه سری ویجت می‌خوایم، چون می‌خوایم اینا رو شیشه‌ای کنیم دیگه. من سریع اد کنم ببینید. حالا دیگه اینا سلیقه‌ای شما، میتونید از ویجت‌های دیگه هم استفاده کنید. رو صفحه اصلی نگه می‌داریم، ویجت رو می‌زنیم و اینجا کلندر رو انتخاب می‌کنیم یا همون تقویم و من از این تقویم بزرگ استفاده می‌کنم، ادش می‌کنم. بعد از اینکه اد شد روش نگه می‌داریم، ستینگ رو می‌زنیم و اینجا بک‌گراندش رو غیر فعال می‌کنیم. سیو رو می‌زنیم، برمیگردیم عقب. من اینو بیارم صفحه اصلی. خب اینجا جاش خوبه. حالا دوباره روی قسمت خالی از صفحه نگه می‌داریم، ویجت رو می‌زنیم و میایم پایین روی ودر و این گزینه رو انتخاب می‌کنیم، دوباره اد رو می‌زنیم و دوباره روی این نگه می‌داریم، ستینگ، بک‌گراند خاموش و سیف. خب دوباره اینم می‌گیریم میاریمش اینجا قرارش میدیم. و این 4 تا برنامه هم چون من خیلی زیاد استفاده می‌کنم اینجا قرارش دادم تا اینا رو هم شیشه‌ای کنم. خب بعد از اینکه ویجت ها رو چیدیم، میریم سراغ شیشه‌ای کردن ویجت ها. ما از برنامه ترو لیکوید گلاس استفاده میکنیم که اول فیلم بهتون گفته بودم، تو کانال تلگرام براتون گذاشتم که آدرسش توی دیسکریپشن هست. بعد از اینکه این برنامه رو نصب کردیم روی گوشیمون، واردش میشیم. اینجا این گزینه رو میزنیم، کلوز، این اسکیپ بالا رو میزنیم تا رد بشه. یه سری تنظیمات داره که پیشنهاد میکنم دست نزنید، بدتر خراب میشه. از تو قسمت ستاپ ما اینجا میایم پایینتر، گزینه سلکت ایمیج رو میزنیم تا اول بک‌گراندمون رو عوض کنیم. این بک‌گراندها رو همه رو تو کانال تلگرام براتون میذارم من. یکیشو انتخاب میکنیم و روی اپلای والپیپر میزنیم و روی ست والپیپر میزنیم. اینجا هوم اسکرین ان لاک اسکرین رو انتخاب میکنیم. خب الان اوکیه. حالا میایم بالا. ما اول از هوم اسکرین شروع میکنیم. این بالا اگه دقت کنید یه لاک اسکرین زده دست چپ، یه بار روش میزنیم تبدیل میشه به هوم اسکرین و اینجا گزینه ادیت لایاوت آن هوم اسکرین رو انتخاب میکنیم تا اینا برای ما بیاد. خب حالا دونه دونه شروع میکنیم به شخصی سازی کردن این لیکوید گلاس ها. من از اولی شروع میکنم. دومی هم که اینجا هست ما فعلا نمیخوایمش، روی این منفی میزنیم تا پاک بشه. از همین اولی شروع میکنیم، یه بار انتخابش میکنیم و روش اگه نگه دارید میتونید جابجا کنیدش. من اینو میارم اینجا میذارم، روی ریسایز میزنیم، سایزشو تنظیم میکنیم نسبت به اون چیزی که میخوایم. حالا اوکی حدوداً. و اینجا این قسمت بالا که قسمت داره ویژوال، اگه اشتباه نکنم روی این بزنیم، این تیز بودن یا گرد بودنش رو میتونیم تغییر بدیم که من خیلی هم گردش نمیکنم. خب روی همین 6-7 باشه خوبه. این خب جاش الان اوکی دیگه، نیازی به تغییرات نداره و دوباره روی لایاوت میریم، از این بالا روی این به اضافه میزنیم تا یه دونه دیگه به ما لیکوید گلاس بده. خب حتما دومی انتخاب شده باشه چون میخوایم روی دومی هم تغییرات انجام بدیم. روش نگه میداریم، میاریمش این بالا قرارش میدیم. حالا روی ریسایز میزنیم، انتخاب شده بود خودش و سایزشو نسبت به اون چیزی که میخوایم در میاریم. خب الان اوکیه. حالا دوباره روی به اضافه میزنیم تا یه دونه دیگه به ما بده. ریسایز برای ما فعاله، به خاطر همین میتونیم اندازه‌شو تغییر بدیم. روش من نگه میدارم، میارمش این بالا و اینم سر جاش قرار گرفت. سعی میکنم اندازه دومی باشه تا با هم مچ بشن و همونطور که میبینید خیلی خوشگل و مجلسی. الان من اگه ضبط رو بزنم نکنید چه خوشگل شد. حالا این تقویممون هم می‌خوایم شیشه‌ای کنیم. دوباره میریم توی این برنامه لیکوید گلاس، اینجا ادیت لایاوت آن هوم اسکرین رو انتخاب می‌کنیم و دوباره روی به اضافه میزنیم تا یه دونه دیگه به ما لیکوید گلاس بده. ولی خب من تو منو هم یه بک میدم برم توی هوم اسکرین. خب الان اوکیه. حالا دوباره روی این نگه می‌دارم، روی این 4 رومیه میارمش بالا، جاشو تنظیم میکنم و روی ریسایز میزنم و به همین راحتی و قشنگی ابعادشو اوکی میکنم. یه ذره من اینو اندازه اینا کنم تا قشنگ تر دیده بشه کارم. خب الان اوکیه. الان من اگه این ضبط رو بزنم چه قشنگ شد گوشی، اصلا واقعا یه چیز دیگه شد. ولی خب یه سری تنظیمات داره که باید اونا رو انجام بدیم. دوباره میریم توی برنامه ترو لیکوید گلاس. اینجا یه گزینه داریم به اسم سیمولیت اسکرول، اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم. یه بار روش میزنیم، یه سری تنظیمات برای ما باز میشه. تعداد صفحه‌های هوم اسکرینتون هر چند تا بود اینم همون میذارین. الان من 2 تا صفحه دارم، اینو روی 2 میذارم و این 2 تا دیگر هم روی 0 میذاریم
دیگه کاری باشه نداریم. این گزینه حتما خاموش باشه، چون صفحه ها رو که جابجا میکنید اینا جابجا میشن و کارتون رو خراب میکنن. اینم غیر فعال میکنیم. حالا میایم تو قسمت موشن، یه گزینه داریم به اسم پارالکس. اگه اینو فعال کنیم بک‌گراند ما متحرک میشه که خیلی قشنگ‌تر دیده میشه. اینو من فعال میکنم، ناکنید الان من گوشی رو که تکون بدم بک‌گراند من متحرک شده و قشنگ‌تر کارم دیده میشه. خب دیگه تنظیمات خاصی نداره. اینا برای انیمیشن و اینجور چیزاست که اگه اینو بیشتر کنیم انیمیشنش بیشتر میشه و خب اینم برای تنظیمات پارالکس. اگه اینو کم و زیاد کنیم این حرکت والپیپر وقتی گوشو تکون میدیم بیشتر میشه. همین 20 مناسبه براش و بقیه چیزا هم خیلی چیز خاصی نداره. تو قسمت لایاوت هم دوباره یه سری تنظیمات داریم که مثلا اولی شوکلکه، اگه رو فعالش کنیم به ساعت داره، ولی خب من یه ساعت شیشه‌ای جدید میخوام بیارم، اون از این خیلی قشنگ‌تره، بخاطر همین غیر فعالش میکنم. خب حالا تنظیمات بعدی مربوط به گلسه که پیشنهاد میکنم خیلی اینا رو جابجا نکنید، چون تنظیمات این گلس ها ممکنه به هم بریزه. همین جوریش خیلی قشنگ‌تره به نظر من. خب فعلا تو این برنامه دیگه من کاری ندارم، البته جلوتر کار داریم ما، ولی خب فعلا بریم یه ساعت شیشه‌ای هم بهتون بگم چجوری اد کنید. ما برای ساعت شیشه‌ای نیاز به برنامه KWGT داریم که توی کانال تلگرام براتون گذاشتمش قبلا. من VPN رو فعال کنم. خب بعد از اینکه VPN رو فعال کردیم میریم تو کانال تلگرام و تو قسمت سرچ کانال تلگرام سرچ میکنیم KWGT و سرچ میکنیم، میایم بالا اینها KWGT نسخه پرو رو من براتون گذاشتم، دانلودش میکنیم و نصب میکنیم توی گوشیمون. خب الان KWGT رو نصب کردیم. من VPN رو قطع کنم چون بهش نیازی نداریم دیگه. روی قسمت خالی از صفحه نگه میداریم، ویجت رو انتخاب میکنیم، میایم پایین KWGT رو انتخاب میکنیم، یکی از ابعادش رو انتخاب میکنیم و اد رو میزنیم تا اونجایی که میخوایم بزرگش میکنیم. خب اوکی، الان یه بار روش میزنیم، وارد KWGT میشیم. اینجا let's go next دسترسی های لازم رو بهش میدیم. خب حالا از این بالا روی ایمپورت میزنیم. الان برنامه KWGT از ما یه فولدر میخواد که ساعت ها و ویجت هایی که میسازه رو اونجا ذخیره کنه. سلکت فولدر رو میزنیم، میایم تو حافظه اصلی گوشیمون یه دونه فولدر براش میسازیم، روی این کرییت نیو فولدر میزنیم، یه نام براش انتخاب میکنیم، همین KWGT مناسبه، اوکی. و اینجا یوز دیس فولدر رو انتخاب میکنیم و دسترسی بهش میدیم. خب حالا یوز ایتو میزنیم، پوش ساخته شد. دوباره از اون بالا ایمپورت رو میزنیم و تو همون فایلایی که من براتون قرار دادم اول فین یه فایل ساعت بود که بهتون گفتم کریتیو میکس، یه بار انتخابش میکنیم. این فایل ساعته که الان اد شد، دوباره روش میزنیم، اوکی. خب الان یه سری تنظیمات داره ما باید انجام بدیم. روی این کریتیویتی میکس میزنیم، میایم پایین، رنگش رو میتونیم انتخاب کنیم. من رنگ سفید رو میذارم تا کاملا شیشه‌ای به نظر برسه و اپلای رو میزنیم. از قسمت لیر، قسمت اسکیل میتونیم زومش هم بیشتر کنیم که من میذارم روی 160 با این منفی ها کمش میکنیم. البته 160 هم بزرگه، همین 150 فکر کنم مناسب باشه. خب حالا روی سیو میزنیم تا ذخیره بشه. خب از قسمت پوزیشن هم میتونیم این ساعت رو مقدار بالاتر ببریم تا قشنگ‌تر بشه. خب الان اوکی، سیو میزنیم، برمیگردیم. عقب ما کنیم ساعت شیشه‌ای هم خیلی حرفه‌ای اد شد. دقیقاً توی لاک اسکرین هم شما این ساعت رو میتونید اضافه کنید. برای اینکه توی لاک اسکرین هم این ساعت رو اضافه کنیم میایم بیرون، میریم توی برنامه گود لاک، اینجا لاک استار رو انتخاب میکنیم. الان ساعت خود سامسونگ اینجا هست. خب ساعت خود سامسونگ رو ما باید حذفش کنیم، ولی خب حذف نمیشه، اما میشه یه حالت نامرئیش کرد. یه بار روش میزنیم، اینجا از قسمتی که رنگ‌ها هست تا آخر میایم پایین‌تر، این گزینه رو انتخاب میکنیم و اینجا رنگ مشکی رو براش انتخاب میکنیم، اوپاسیتی رو میذاریم روی 0، دان رو میزنیم و به همین راحتی این ساعت نامرئی شد. کوچیکش میکنیم، میذاریم یه گوشه که با کسی کاری نداشته باشه. خب حالا دوباره روی لاک استار میزنیم، اپ ویجت رو انتخاب میکنیم، دوباره KWGT یا همون کاستوم ویجت، یکی از ابعادش رو انتخاب میکنیم، اد ویجت رو میزنیم، روش نگه میداریم، ابعادی که میخوایم رو انتخاب میکنیم. خب این الان مناسبه. الان روی دان میزنیم. خب حالا باید گوشی خودمون رو قفل کنیم و بعد از اینکه قفل رو باز کردیم KWGT برامون میاد اون بالا. یه بار فقط تاچش میکنیم، لمسش میکنیم و بقیه مراحل الان بهتون نشون میدم. بعد از اینکه KWGT رو انتخاب کردیم، قفل گوشیمون رو باز کردیم، میام تو این محیط. الان دوباره این ساعت رو انتخاب میکنیم، دوباره همین تنظیمات رو انجام میدیم، انتخابش میکنیم، رنگش رو سفید انتخاب میکنیم، اپلای رو میزنیم، لیر روی 150، از این بالا روی سیو میزنیم بزرگ بشه. قسمت پوزیشن
اینم یه ذره میاریمش بالاتر. خب اوکی، سیو میزنیم، برمیگردیم عقب. خب الان دوباره میریم توی برنامه گودلاک، لاک استار رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید ساعت شیشه‌ای برای ما اد شده. ولی خب چون ما والپیپر رو از طریق اون برنامه گذاشتیم، اینجا والپیپر رو به ما نشون نمیده، به خاطر همینه که اینجا ثبت شده. خب حالا روی دان میزنیم، دوباره میریم تو اون برنامه ترو لیکوید گلس، انتخابش میکنیم و این بار لاک اسکرین رو انتخاب میکنیم تا تنظیمات لاک اسکرین برای ما بالا بیاد و بعدش دوباره روی ادیت لایاوت آن هوم اسکرین میزنیم، یه بک میدیم اینجا، این پنجره بر ما باز میشه. الان این بالا دست چپ زده ادیتینگ هوم، ما اینو یه بار روش میزنیم تا تبدیل بشه به ادیتینگ لاک، یعنی لاک اسکرین. رفقا اینجای آموزش من باید قفل کنم گوشیمو، ولی چون اسکرین رکورد داره کار میکنه اگه قفل کنم این غیر فعال میشه. به خاطر همین اینجای آموزش رو خودتون دقت کنید. ما باید بریم هی توی لاک اسکرینمون اینو تست کنیم که اندازش یکی باشه با اثر انگشت ساعتمون، هی برگردیم تو برنامه انقدر این کار انجام بدیم تا اون چیزی که میخوایم بشه. اینو در نظر داشته باشید. خب حالا روی این یک میزنیم و اینو یه مقدار بزرگتر میکنیم، سایزشو ریسایز فعال باشه. اینو حدودا اندازه ساعت لاک اسکرینمون میکنیم، نه هوم اسکرین. فرض کنیم این ساعت لاک اسکرینه. خب الان ساعت اوکی حدوداً. حالا روی 3 میزنیم و حالا این لیکوید گلس رو میتونیم بندازیم پشت اثر انگشت گوشیمون که خیلی قشنگ میشه. حدوداً اثر انگشت گوشی من جاش اینجا، باز شما باید تنظیم کنید، من نمیتونم گوشیمو قفل کنم. روش نگه میداریم، جاشو تنظیم میکنیم، حدوداً اینجا خوبه. خب الان اوکی همه چی. خب الان دیگه کارمون تمومه، این ضبط رو میزنیم میره. الان من توی هوم اسکرینم پشت ویجت هام از این لیکوید گلس های جذاب دارم که خیلی خوشگلن و این پایینم یه داک شیشه‌ای خیلی جذاب دارم که این 4 تا برنامه اصلی داخلشه. آیکونام کامل شیشه‌ای شده و ساعت شیشه‌ای رو هم توی هوم اسکرین هم توی لاک اسکرین دارم. خب این آموزش هم به پایان رسید. اگه به شخصی سازی حرفه‌ای موبایل علاقه دارید و می‌خواید گوشیتون رو از این رو به اون رو کنید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید، پست‌های منو حتما ببینید. کلی آموزش خفن راجع به شخصی سازی موبایل دارم که قول میدم عاشقشون میشید.